خب سلام و درود و ارادت خدمت تک تک عزیزان. چند وقتی بود که اینقدر درگیر شدیم برای نمیدونم خرید وسایل سیستم که به درد کار تو یوتیوب بخوره و خب بیشترتون در جریانید و قشر بسیار زیاد یوتیوب ایران در جریان و مطلع نیستن. خب ما اومدیم 2 سال پیش یه برنامه ریختیم که بیاییم داخل یوتیوب فعالیت کنیم و آموزش رایگان بدیم داخل یوتیوب، تجربیاتمون رو منتقل کنیم به مردم شهرمون و این برنامه رو کاملا رایگان کنیم، یعنی حتی بسته اینترنت آموزش 1 ریال هیچ کسی نده و یاد بگیره که یوتیوب چیه و چجوری میشه درآمد دلاری داشت. 5-6 هزار نفر آموزش دادیم. 5-6 هزار نفر رو تقریبا 1.5 میلیارد تومان فقط هزینه های بسته اینترنت این طرح شد و تا به نتیجه رسید. ولی متاسفانه وقتی به نتیجه رسید که تقریبا همه رفته بودن و هیچ کس هیچ استقبالی و هیچ ادامه ای نداد و داخل یوتیوب فارسی هم هیچ که از ما حمایت نکرد ولی اشکال نداره، پرقدرت قوی رفتیم سراغ تجهیزات هم خب همونجور که میدونید من خودم یه سرمایه در گردش دارم، کار دارم میکنم، هم جسمی هم فکری، که از طریق اون بتونیم هزینه های این خانواده رو بدیم و هزینه های خانواده خودم که شما هیچ فرقی نداره بازم بدیم. و خلاصه الان 3 تا کانال داریم که داره درآمدش مستقیما تقدیم مردم فقیر شهرمون توجه میشه. حالا اومدیم داخل دایرکت سوالاتون رو پرسیدم که هر چقدر شما میتونید و دوست دارید در مورد هر چی دوست دارید بگین که من واسهتون بیام و ویدیو بسازم. خب بیشتر سوالاتی که کرده بودید این بود که آقا واچ تایممون چرا میریزه و دلیل ریزش واچ تایممون چی است؟ ببینید، شما یه واچ تایم هفته‌ای دارید، یه واچ تایم ماهیانه دارید، یه واچ تایم 3 ماهه دارید، یه واچ تایم 1 ساله. یوتیوب برای شما این قانون رو گذاشته که اگه شما 4000 ساعت واچ تایم داشته باشی و 1000 سابسکرایب در طول 1 سال به دست بیاری، میتونی شما کانالتو مانیتایز کنی. و خب شما وقتی به 1000 سابسکرایب نمیرسی، واچ تایم در طول اون سال، حالا مثلا 1 فروردین 1400 شما 100 ساعت واچ تایم گرفتی، 1 فروردین 1403 شما 50 ساعت واچ تایم گرفتی و اینجا وقتی میری توقع داری 150 ساعت واچ تایم داشته باشی در طول این 1 سال، ولی شما عملاً 50 ساعت از واچ تایمت از بین رفته، چون 1 سال از روی فعالیت 1 سالت گذشته و اون 1 سال به ترتیب هر روزی از این ور جلو بیاید 1 روز از اون ور حذف میشه و این الگوریتم مال یوتیوبه و خیلی از الگوریتم‌های دیگر رو آورده و هوش مصنوعی رو آورده داخل کار که کار برای متقلبین و یک سری از دوستان خیلی سخت شد. خب ما الان اومدیم که این رو توضیح بدیم و یه بخش دیگه هم که خدمتتون توضیح بدم، جدا از این که حمایتی بشه یا نشه اصلا مهم نیست، خودمون پای کار هستیم پرقدرت و قرار پک سابسکرایبی با دعوت دوباره مردم استارت بخوره و داخل پک هم میدونید یه سرمایه میاد و با اون سرمایه کار میشه و سودش تبدیل میشه به اون پرداختی که به مردم میشه به عنوان یه کارت هدیه، یه حقوق برای 1 روز یا یه حقوق برای 1 ماه و میخوایم اینو استارت بزنیم. در مورد کانالاتون هم بخوام صحبت کنم، فوق‌العاده پیشرفت کردید، فوق‌العاده خوشحالم، خیلی خوشحالم که میبینم شما حرفایی که تایپ کردم، چون معمولا بیشتر تیم خانوما هستن، وایس دادن جایز نیست چون تو محیط خانواده صدای یه آقا رو بخوام بشنون، هرچند که کلیه خانوادهتون از برنامه ما آگاهن و خوشحالن که با هم داریم کنار هم کار میکنیم توی یه فضایی که کاملا امنیت بالایی داره و سیفه. خب تک تک اونا رو خوشحالم میخونید، تک تک اونا رو تو کانالاتون پیاده میکنید و خب بالطبع نتیجه میگیرید.
الان 3 تا کانال به درآمد رسیده داریم، ولی 3 کانال دیگه با قدرت دارن میان که بشیم 6 کاناله و وقتی 6 کاناله بشیم 100% الگوریتم کار میاد پایینتر و خیلی درآمده ثابتتر و بالاتر میره و هرچی تعداد این خانواده و این کانال ها بیشتر باشن این بالتبع به نفع ماست. و خب حالا چرا پک سابسکرایب؟ ببینین دوستان، تقریبا من خودم یک روز 1 ساعت طاقت ندارم که بیام جایی استوب بزنم، مغزم استوب بخوره و اون جایی که نقطه گذاشته میشه یا چیزی جلو پای من گذاشته میشه کلهمن از یه در دیگه وارد میشه اینجوری بره. خب ما اومدیم داخل پک سابسکرایبی، هدفمون این بود که شما 1 سال 1 ماه 1 روز وقت گذاشتید اینجا بودید، حمایت کردید. حالا جدا از اون حقوقی که ارزش شما برای من خیلی بیشتر از اونه، جدا از اون پولی که اومده تقسیم شده سر سفره‌های همه، دوست داریم که زودتر شما به نتیجه برسید. یعنی یه باری از روی دوش صادق لطفی برداشته میشه اینجوری و میخوایم 50 تا کانال رو توی پک سابسکرایب بیاییم و به شرایط مانیتایز برسونیم و اون 50 تا شما عزیزانیم. بعد این کار رو انجام بدم اون موقع میتونم اعلام کنم که ما آماده همکاری با هر یوتیوبر تازه کار هستیم، با هر کسی که توی شهر خودمون میخواد یوتیوب یاد بگیره ازش پولی بگیریم آموزش بدیم و میتونیم اونجا اعلام استقلال کنیم. هرچند که خب همونجور که میدونید ما آرزومون این بود که بیایم و شغلی بسازیم که مردم پیش عزیزانشون باشن، نیاز به حضور بیرون خونه نباشه و در حد اضافه کردن 1 لقمه نون یا 1 دونه نون در ماه به سفره هاشون بشه. خب خدا رو شکر انقدر شما صبر داشتید و موندید که الان اون آرزوی 1 دونه نون شده که طرف میتونه پروتئین خونش رو اللحاظ گوشت مرغ که بالاترین پروتئین داره توی گوشتا، میتونه هر شخصی با فعالیت با 1 دونه گوشی موبایل میتونه گوشت مرغ خانواده‌اش رو تامین کنه. هر شخصی میتونه با فعالیتش مثلا گوشی دوم میاد برای برنج، گوشی سوم میره برای حبوبات. اینا درد صحبت کردن در مورد اینا برای خودم خیلی سخته. واقعا فقر و نداری هر روز داره بیشتر ریشه میکنه تو خونه ایرانیا و کسی هم به فکرمون نیست. حرفم بزنیم که اعدام میشیم. پس خدا رو شکر الان شرایط جوری شده که عزیزان با اضافه کردن گوشیاشون از این درآمد، خرید گوشی‌های قسطی، الان دارن صاحب گوشی شدن، قسطاشون رو دادن و شکر خدا دارن زندگیشون رو لااقل تو این تیم زندگیشون رو از لحاظ خورد و خوراک تغییر دادن. هرچند گفتم ارزش و لیاقت شما خیلی بیشتر از ایناست، ولی تا همین جاشم که اگر رفتیم با اون محبتی که مردم داشتن و دارن که آقا دزدن، آقا کلاهبردارن، آقا فردا میبره میخوره نمیدونم فلان، خب همتون هستید و شاید تک تک لحظه، تک تک دلارایی که به حساب میاد همتون در اطلاعید و همتون میدونید چی به چیه. و خدا رو شکر که تا الان اینجایم. این ویدیو رو گذاشتم بگم با قدرت برگشتیم. هر سوالی دارید از این به بعد داخل این پست های دانشکده سوالاتتون رو بپرسید تا با فراغ باز بیاییم و پاسخ بدیم. تا دیدار بعد، یا حق.